با برگزاری آخرین بازی‌های مرحله چهارک نهایی و شرفمندی نوبتی منتخب دانیا میتوان گفت که افسانه ظفر تا حال ادامه دارد. دانیایی‌ها 2 گل در نیمه دوم به ثمر رسانیده نتیجه پیروزی آور را حفظ کرده توانستند. در شهر باکو هرچند که شاگردان کاسپر یولمند را از فاوریت بازی بر مقابل چخ میگفتند، چون این طور هم شد و اسکاندیناوی‌ها هنوز در دقیقه پنجم بازی حساب را کشادند، زمانی که ینس ستروگر لارسن توپ کنجی را به جریمه‌گاه هوا داد و توماس دیلینی آرامانه آن را وارد دروازه نمود. پس از این امکانیت‌های دیگری گلزنی را دانیایی‌ها وقتی 1-1 برآمدن میکل دامسگار با توماس واسلیک و ضربه توماس دیلینی از پرتافت نوبتی ستروگر لارسن ناموفق انجام دادند. امکانیت گلزنی تیم چخی را باشد پس از حمله توماس گلش کاسپر شمیخل خونسا نمود، زمانی که سری وقت از دروازه برآمد. هرچند که دامسگار دوم بار در نیمه دوم امکانی گلزنی را عملی کردن نتوانست، کاسپر دالبرگ باشد پس از پرتافت یاکی میل حساب را 2-0 نمود. با آغاز شدن نیمه دومی رقابت باشد چخ‌ها با توانایی خاصه به پیش تافته در دقیقه 49 پاتریک شیک پس از پرتافت ولادیمیر سوفال حساب را 2-1 نمود. گل پنجم شیک با همین در جدول حمله‌وران بهترین یورو او را با کریستیانو رونالدو برابر کرد. همان حساب بازی باشد دیگر تغییر نیافت و منتخب دانیا با همین باری نخست از سال 1992 به مرحله نیمه نهایی یورو راه پیش گرفت. ستاره بهترین بازی باشد از برای گل نهایت مهم و بازی عالی در مرکز میدان توماس دیلینی پذیرفته شد. منتخب انگلیا باشد با برگزار نمودن نخستین بازی خویش بیرون از لندن در این یورو 4 گل به جواب وارد دروازه اوکراینی ها نموده با همین باری نخست از سال 1996 راه خط مرحله نیمه نهایی را دسترس نمود. شیران سیگانه در ورزشگاه المپیکوی شهر ریم عموما در 90 دقیقه اوکراینی ها را در میدان به نظر نگرفته با 2 گل کین و 1 گلی از جانب جردن هندرسون و گاری ماگوایر تورمور نمودند که این پنجمین بازی انگلیس‌ها بدون سر دادن گل به دروازه خود است. دسته شفچنکو در شهر ریم هیچ به خود نآمده الکی در دقیقه 4 بازی بوشان وقت ارسال رحیم استرلینگ از جانب هری کین گل به دروازه‌اش سر داد. جردن پیکفورد باشد باری نخست در دقیقه 17 تأثیر بازی را احساس کرد، زمانی که از مسافه نزدیک ضربه یریمچوک را به خطر نمود. هرچند که گیورگی بوشان صد راه ضربه دکلن رایس شده توانست، ولی سرآغاز نیمه دوم بازی پس از ضربه گاری ماگوایر دوباره توپ را از دروازه‌اش بیرون کرد. 4 دقیقه پس از گل دوم باشد لوک شاو ارسال نتیجه بخش دیگر را اجرا کرد که آن را هری کین دوباره در این بازی به گل تبدیل داد. چهارمین گل انگلیس‌ها و اساسی تورمور شوی اوکراینی ها را باشد میسون ماونت سازمان داد، زمانی که هندرسون از احتیاط وارد بازی شده از گل نخستین زده خویش با پیراهن انگلیا استقبال گرفت. همین طریق بازی مذکور با شکست بزرگ اوکراینیا به انجام رسیده. ستاره بهترین دیدار به قول نظارتبر تکنیکی اویفا ژان فرانسوا دامرگ هری کین اعتراف گردید. پس از این پیروزی باشد انگلیس‌ها به ومبلی بازگشت نموده روز چهارشنبه با دانیا از برای راحت فینالی دست به گریبان می‌شوند، در حالی که ایتالیایی‌ها را در راه ادامه بازی به باخت اسپانیایی انریکه انتظارند. این بود روزنامه یورو 2020، ما را پیگیر باشید.